ای برادر این دنیا میگذره، برای دنیا کبر و کینه و بخیلی نکنین، دشمنی نکنین، اکا و دادری خشتواری کنین، همسایگری کنین اگر مسلمانی کامل باشین. این دنیا سری همه میمونه. این دنیا ده هیچ کس سنگ گرفته موندگی نیست. همه امی آدمای اهل قبور خدا رحمت چون کنه ببینن همیان شخصیت بدن، همیان ما و شما و خانه و در و بچه و فرزند داشتن، همشون رفتن. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره غافر میگه بسم الله الرحمن الرحیم یا قوم انما هذا الحیات الدنیا متاع و این الاخرة هی دار القرار. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی خطاب بر مسلمان و بر بندگانش میکنه. ای قوم من انما هذه الحیات الدنیا متاع، این دنیایی که شما میبینین، این دنیایی که شما زندگی دارین مگر یک متاع پارچه بیهوده نیست. در مقابل آخرت هیچ ارزشی نداره. این دنیا فانیه، آخرت همیشگیه، در اوج زندگی همیشه یک روز میریم. و این الاخرة هی دار القرار، دوامی آید میگه آخرت میگه دار القراره، اوجا بهتره. این دنیا هیچ ارزشی نداره. برای دنیا شده مشغول دنیای نماز قضا میکنین، مشغول دنیا شده برای مال دنیا، برای یک تیکه وجب با برادرت قهری، با همسایت جنگ میکنی، کبر و کینه میکنی. این دنیا سری همه میمونه. میگه اوجا همیشگی نباید با این دنیا دل ببندی. رسول خدا میگه حب دنیا رأس کل خطیئة، هر کسی که دنیا را دوست بداره، مال دنیا را دوست بداره، میگه سرچشمه هر گناه. ای برادر این دنیای فانی به یک ارزن نمی ارزد، تمامی لذت دنیا به جان کندن نمی ارزد. مسخر گر شوی جمله زمینت همچون اسکندر، به زیر خشت اندر لحد نمی ارزد. ای برادر دنیایی که تو اینقدر مشغول دنیای نماز قضا میشه پروا نداری، برای دنیا با پدرت قهری، با برادرت قهری، هیچ ارزشی نداره. برای دنیا شمشیر میگیری، طوفان میگیری، یراق میگیری که خون مسلمان بریزونی برای منصب و وظیفه. این دنیا هیچ ارزشی نداره. این دنیا با یک ارزن شنبری که مینوشیم ارزش میگه هیچ قدری نداره. این دنیای فانی میگه میگذره، با آخرت میمونه. میگه جمله زمینت همچون اسکندر اگر مسخر شوی. اسکندر میگه تمام زمین مسخر شید، وقتی مردن دا گفت که دستای مرا تابوت بیرون کنه مردم ببینه که هیچی نبردم. دنیا را گرفتم که هیچی نبردم. مرگ به عزت، مرگ به آبرو، به کفن، به جنازه رنگینه اکی بگ مراد قدی خدا بگو نخلی جنازه نصیب ممکنه که ملا بیای بالا سر دا جنازه را بخونه، مردم از تمام گوشه و کنار بیان دعا کنن. 40 تا اهل علم، 40 تا مرد صالح در جنازه شرکت کنه مستقیم جنت میره. دعا یا مستجاب خدا بگوینه خیلی نصیب میکنه. تمامی لذت دنیا به جان کندن نمیارزد. این دنیایی که امروز ای پشتی عیش اشرتی، ای پشتی مالی، وقتی جان میاد سکراتی مال، وقتی که میقپد خرطق حضرت از روی نفس بند میکنه، میگوید تمام مال من میتونم آسان کرد از اون. میگه این دنیا به زیر غشت اندر لحد نمیارزد. این هم قد دنیا را کسب کردین چی میاد در یک خاک میمونند. انسانی به ایمان، انسانی که ایمان میاره به الله، انسانی که عمل صالح میکنه، خدمت پدر و مادر میکنه، او وقتی که جان میته مثل کبوتر جان میته. امروز اکی بگی جان رفت بچه‌هاش در همین 30 سالش شگر خدمت کرده باشند، یک چی بردن. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان بفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا. شما مرا عبادت کنین و ما شریک نکنین، پدر و مادرتون احترام کنین. هر کسی پدر و مادرش احترام کرد در دنیا نونش در روغن، از دنیا هم خرسند میره و آخرت جنت.